خیلی از هنرجوهامون دهه 60 و تو دهه 60 اسم اعظم زیاد بوده و اسم خیلی زیبایی بوده و پرمعنایی بوده. متاسفانه امروز بنا به دلایلی خب کم شده. عزیزانی از من خواستن که اسم اعظم رو به روش نسخ توضیح بدم. ببین الف رو که می نویسیم، الف رو بلدیم، یه خط صاف در خط نسخ. اینو نگاه کن، یه ابروی کمانی. خب زمان قدیم ظاهرا ابروها این شکلی بوده، الان ابروها این شکلی شده. خب ابروی دهه 60 دقیقا این شکلیه. حالا این دوتا خط وسطش کجاست؟ از اینجا یه خط میکشم تا اینجا. خب چی شد؟ یه ابرو بعد با این زاویه. حالا حرکت بعدی از اینجا میارم رو خط زمینه. تا اینجا یاد گرفتیم. حالا ز با زاویه 45 درجه رفت بالا و این اینجا. این حرکت. حالا این میره این رفت بالا. حالا م دو حالت داره. یا این شکلی میاد این میره اعظم. ببین ز هم باید الف اعظم باید از اینجا باشه و اینم اگه بذاریم خیلی خوب میشه. اعظم یا این، یا از اینجا میتونم این شکلی هم بیارم. این اعظم به شیوه بسیار ساده و خیلی زیبا.